چی میگه دوسته؟ این رفیق من لاله از شما خوشش اومده. اوکیه، ولی خب من یکی رو میخوام که مذهبی باشه و بتونه اذان بگه. میمون شو. چی؟ میمون شو. حالت خوبه داداش؟ نمیشی؟ چالش داداش. میمون شو. میمون؟ آره. خوبه. تبریک میگم، شما منده یک دستگاه آیفون 16 پرو مکس زده ای میمونی شدی. ناموسن؟ به خدا. لذت بده من داداش. اول به من گفتی. تو چالش ادامه داره. یه لحظه صبر کن. میمون شو. وایسا یه بار دیگه به تایید کنم میمون شدن تو. میمون یه بار دیگه داشتی موز خدمت شما. آره اون کمه. بیا برای همچین میمونی باید 2 تا موز بدیم. بینندگان عزیز، امروز روز جهانی سلامت و احتیاج عضو در خدمت یکی از هموطنانمون هستیم. همونطور که میدونی ایرانی‌ها خب همیشه تو این موضوع پیش قدمن و مهربون‌ترین واقعا مردم دنیا رو داریم. شما هم اگه جای مردم عزیزمون بودید واقعا احتیاج عضو انجام میدادید. بله خب اگه شرایطش باشه قطعا مشکلی از این بابت ندارم. و اینکه مثلا امروز داشتیم یه سری از هموطنانمون کلیه خب خیلی مشکل هستش تو این روزا و کم پیدا میشه اهدا کردن. شما هم بودید قطعا این کارو می‌کردید درسته؟ بله خب بسته میگم به شرایطش داره، ولی خب نه خب شرایط این که انجام میدید. اصلا یکی مثلا اگه بود نیازش انجام میدید. بله درست. میگم که اینقدر مهربونی، اینقدر خواهش آزمایش میگیریم ازتون. امروز روز جهانی احتیاج یکی از هموطنانمون به صورت خیلی فوری کلیه نیاز داره. ما یه آزمایش بگیریم ازتون، اگه اوکی بود که دیگه شما هم اوکی مشکل نداره. تشریف بیارید اینجا رو. نه خب با این افت اوکی. از سری کار وقت نمیگیری. یه آزمایش بگیریم، مشخصاتتون میگیریم. دیگه با اون سر باشم میذاره. نه خب شما این افت اوکی. من مشکلی گفتم ندارم، ولی شرایطش باید باشه. من حالا حقیقتا کار فوری دارم. کلا یه دقیقه هم زمان نمیبره. داداش ما فیدل کاسترو آقا یه لحظه وایسا دوریم مخفیه.